نفوذ به سنگرهای بتونی یا تأسیسات زیرزمینی برای هیچ کدوم از ارتش‌های مدرن دنیا کار ساده‌ای نیست و به همین خاطر دولت‌ها در سراسر جهان مهمترین اسرار خودشون مثل زرادخانه‌های اتمی و در زیر زمین و بتون مسلح مخفی می‌کنن. با این حال با افزایش تنش‌ها بین ایالات متحده و کشورهای دیگه، نیروی هوایی آمریکا قدرتمندترین بمب سنگرشکن جهان رو تولید کرده. این سلاح مجهز به هدایتگر ماهواره‌ای 13 تن وزنشه و بیش از 2 تن مواد منفجره داره و میتونه تا 60 متر به عمق بتون مسلح نفوذ کنه. با این قدرت عظیم حتی کره شمالی و چین هم نمیتونن از دستش در امان باشن. سنگرشکن‌ها نوعی سلاحن که برای نفوذ به اهدافی در عمق زمین طراحی شدن. اهدافی مثل تأسیسات اتمی سری، سنگرهای بتونی ارتش‌ها یا سنگرهای زیردریایی. در طول سالهای اول جنگ جهانی دوم با استفاده از بمب‌های مختلف، تلاش‌های اولیه‌ای انجام شد به منظور نفوذ به اهداف سخت مثل دژها و سنگرهای بتونی دشمن. مهندس آلمانی آگوست کیندرز خمپاره‌ای رو طراحی کرد تا میزان نفوذ رو افزایش بده. این خمپاره‌های سنگرشکن از استیل کروم وانادیوم ساخته می‌شدن و میتونست به عمق 4 متری بتون مسطح نفوذ کنند. این خمپاره در طول جنگ زیاد استفاده نشد. اما بین سالهای 1942 و 1943 در حال تست بود تا بتونه سازه‌های بلژیکی رو در هم بکوبه. کشور بریتانیا در طول این جنگ از سنگرشکن‌ها استفاده کرد و هدف این بود که سنگرهای زیردریایی رو که در سراسر اروپا ساخته شده بودند منهدم کنه. سنگرهایی که برای نگهداری از زیردریایی‌های مخوف آلمانی یعنی یوبوت استفاده می‌شد. این زیردریایی‌ها مأموریت داشتند تا به کاروان‌های تجاری متفقین آسیب بزنند. این سنگرهای زیردریایی از لایه‌های متعدد بتون تشکیل می‌شدند که در برابر بمب‌های متداول مقاومت عالی داشت و در نتیجه طراح بریتانیایی بارن والاس بمب‌های لرزه‌ای رو توسعه داد تا این سازه‌های آلمانی رو منهدم کنند. در حالی که بمب‌های معمولی روی سطح یا نزدیک به سطح آب منفجر می‌شدند، بمب‌های لرزه‌ای طراحی شده بودند تا از ارتفاعات بالاتر پرتاب بشن تا به سطح نفوذ کنند و وقتی که در عمق هستند منفجر بشن. این موضوع باعث انفجارهایی می‌شد که گودال‌های عظیم ایجاد می‌کردند. نیروهای ناتو در طول عملیات طوفان صحرا به دنبال یه بمب سنگرشکن قدرتمند مشابه دیزنی و تالبوی بودند، اما هیچ نمونه مناسبی پیدا نکردند. به زودی ایالات متحده و متحدانش بمب هدایت شونده واحد 28 یا GBU-28 رو ابداع کردند که بیش از 2 تن وزن داشت و بیشتر از 300 کیلو مواد منفجره. این بمب در طول جنگ خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفت و اهداف حیاتی دشمن را تخریب کرد، شامل پایگاه هوایی در 24 کیلومتری بغداد. در این رخداد F-111 آردواک آمریکایی یک GBU-28 رو شلیک کرد که با موفقیت ساختار بتونی رو تخریب کرد و هر چیزی که داخلش بود منهدم شد. به دلیل توان بالای GBU-28 در تخریب سازه‌های بتونی، نهایتاً این تکنولوژی به دست اسرائیل و کره شمالی هم رسید. در همین زمان نیروی هوایی شروع کرد به کار بر روی نمونه‌های قدرتمندتر. در اوایل سال 2002 شرکت‌های لاکهید مارتین و راترفورد گرامن یک برنامه مشترک رو شروع کردند به منظور توسعه یک سنگرشکن 27 تنی که به اسم بیگ بلو شناخته می‌شد. حمله آمریکا به عراق شروع شد و نیروهای ائتلاف، ارتش و نیروی هوایی آمریکا متوجه شدند که با وجود تمام کارایی بمب‌های GBU-27 و GBU-28 نیاز به یک سنگرشکن قوی‌تر است. این موضوع باعث شد دوباره توجه‌ها به پروژه لاکهید مارتین و گرامن جلب بشه و با پشتیبانی نیروی هوایی و آژانس کاهش تهدیدات دفاعی دو شرکت شروع کردن به فعالیت مجدد روی پروژه.
این سنگرشکن جدید با اسم GBU-57 شناخته میشه و بهش لقب سنگرشکن عظیم ماپ دادن. ماپ در لابراتوار تسهیلات نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی اگلین در فلوریدا توسعه داده شد و اولین آزمایش اون در مارس سال 2007 در پایگاه موشکی وایت سندز در نیو مکزیکو صورت گرفت. بنا به گفته نیروی هوایی ایالات متحده فقط جنگنده های B-2 و B-52 میتونن این بمب حمل کنن. ماپ حدود 7 متر طول داره با قطر 79 سانت و وزن 13 تن. به علاوه بیش از 2 تن مواد منفجره قدرتمند رو حمل میکنه و حدود 60 متر به عمق نفوذ میکنه و همینطور توسط ماهواره هدایت میشه. با افزایش تنش‌های آمریکا و کره شمالی، توسعه و تست‌های تکمیلی طی سال‌های 2011 تا 2017 سرعت گرفتند. در اکتبر سال 2017 بمب افکن‌های B-2 در میزوری مستقر شدند و تمریناتی را انجام دادند که شامل هدف قرار دادن یک پست فرماندهی و مخفیگاه‌های فرماندهی می‌شد. بعضی‌ها معتقدند که این بمب افکن‌ها با پروژه ماپ تمرین می‌کردند و داشتن یک حمله تلافی جویانه به کره شمالی رو شبیه سازی می‌کردند. سناریوی فرضی شامل نابودی کیم جون اون بوده. در ماه می سال 2019 همزمان با افزایش تنش‌ها، نیروی هوایی آمریکا یه ویدیوی جالب توجه منتشر کرد که یه بمب افکن B-2 رو نشون میداد که 2 بمب GBU-57 رو شلیک می‌کردن. B-2 میتونه 2 ماپ رو حمل کنه و قابلیت اون برای حمل مخفیانه هر نوع موشکی فوق‌العاده است. تحلیلگرهای زیادی از چنین ترکیب قدرتمندی تمجید کردند. ماپ و سیستم هدایتی اون میتونه برای هر نوع سنگر بتونی در روی زمین یه تهدید جدی باشه، همراه با قابلیت نفوذ مخفی به مرزهای دشمن بدون اینکه شناسایی بشه. حتی کره شمالی و چین هم با هزاران تونل زیرزمینی از دست GBU-57 در امان نیستن. در جون سال 2010 ژنرال نیروی هوایی آمریکا فیلیپ ام بریدلاو اعلام کرد که در حال حاضر نیروی هوایی مشغول کار بر روی نسل جدید سنگرشکن است. ژنرال همینطور عنوان کرد که ابعاد بمب نسل جدید 1/3 ماپ خواهد بود و این ترتیب میتونه توسط هواپیماهای ارزونتر به خصوص جنگنده‌ها حمل بشه. اسم این بمب سنگرشکن نسل جدید یا MPG و جزئی از برنامه بمب افکن نسل جدید خواهد بود که قرار جایگزین B-52 و B-1 بشه که در آستانه فرسودگی هست. در سال 2015 یک قرارداد با شرکت گرامن امضا شد تا مدل جدید رو توسعه بده، اما هیچ جزئیاتی از این برنامه منتشر نشد.